درباره نوروز ایرانی اول سال و این عید بهاری نکاتی وجود دارد. یک نکته آمیختگی این عید ملی با ذکر و نیایش و دعا و معنویت است. این شاید در بین اعیاد اول سال و بین ملت‌ها این یک کم نظیر است یا بی نظیر است که مردم این عید ملی را همراه میکنن با دعا و ذکر و نیایش و معنویت و اظهار ارادت به ساحت دیگر. در باب نوروز ذوق و سلیقه ویژه ایرانی است که در اون انسان احساس ژرف‌اندیشی میکنه. بهار رو آغاز سال خود قرار دادن. بهار مظهر امید است، پیام آور امید است. بهار به انسان میگوید که خزان و برگریزان حتما رفتنی است و تراوت و نوسازی و نوگرایی حتما آمدنی است. این خصوصیت بهاره. یک چنین پیامی رو به مردم میده، پیام تراوت، پیام رویش. هر چه میتوانند کسانی که برای مردم سخن میگویند، پیام میفرستند، مینویسند، تلاش میکنند در مردم امید ایجاد کنند. امید عامل مهم حرکت، عامل مهم پیشرفته. بگذارید دشمنان از امیدواری ملت ایران به خشم بیان و انشاءالله امید روز به روز در دل ملت ایران افزایش پیدا کنه.